خداوند ملائکه حضرت عزرائیل گفت که کی گو خندیدی، کی گریه کردی، کی ترسیدی. گو یک روز گفتی که برو اون فلانی را پیشی پای افضل بکساز میکنه کن دکانی سپاج نگذار برو. گفت امورا جان شبیه میگم اومدم گفتم جان شب میگیرم که سنی سپاج نگفتی که همین طفلی مرا هم خیلی بزرگی 2 سال دیگه ببره. من خندیدم گفتم بازی من اینو باید 10 minut بعد جان شب بگیرم این گفتی که ها. گفت کی گفت گریه کردی. گفت یا زنه که گفتی برو در دوری جنگل هیچ کنیسه جان شب کودک میبرویه همین سری فرزند بگیریش. خداوند به هر راه میگیره که حضرت عزرائیل گفت ای خدا من چقدر جانی بنده را میگیرم. گفت ما اورا خودم توری میگیرم یا چه به اول یا چه به سری فرزند یا چه به کسل دیل هم خیلی او ایت نمیبینم. ها حال میگه اومد دو زنه که در درونی میگه مزار میگه جان شگیرفت تو گریه که کودک گریه داره هیچ کنیست. گفتم ای خدا جان اینا ما جان شبی کودک کینی گم میکرده باشه سرپرست گریه کردم. میگه گفتم این کودک گریه داره لیچ و چش جون شگیرفتم هیچ کنیست که او را بیارنگی ما او گلی در دورین جنگل کلان میشه. گو هیچ کنیست که او را دیگه نگاه کنه. بعد گو کی ترسیدی. گفتی که برام اون فلان عالی مگو جان شبی رفتم گفت پیش خونش ای دوری خونش یا نور برومد همین ترسیدم من این دوستی خدا را چخیل جان شبی گیرم. گفتم اگه یکی مرا خدا بپرسه که تو چرا رفتی دوستی مرا خیلی جان شب. خدا میگه که همو عالم همو کودکی بود که در دورین جنگل تولد چی همو را ما به هیچ کس سرپرستش ما بدم. ما کلامش کردم رزق دادم ها ما نگاهش کردم. برای همین هیچ وقت ای چی نترسین که فرزند شوا ایره چخلی نون میتون یا که ما برام اورا پیش تقام برام پول بپرسم یک جا چی بشم یا که من یاردم کنم پولم کم میشه. میگه این فکر نکن. رسول خدا میگه که انفق علیک انفاق که میگه از جانب غیر میگه انفاق کرده میشه یعنی پر میکنم جوشه. میگه فکر نکن که او را دادی تو کم میشه. من جوی را 700 برابر پر میکنم. ما روز دیانده قرآن عظیم شاه میگه بسم الله الرحمن الرحیم و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیر و اعظم اجرا. ای کسانی که پیش مردتون یک خیر احسان کنی خدا برکت بده. خانه منو چرا و پدر و مادر شکی در این ماه مولود در این ماه شریف خیر احسان کرد. گفتن در ماه مولود چیکار کنیم؟ گفت خیر احسان کنین صدقه کنین خشتور را فیرات کنین صله رحمی را با جو برین امر معروف ذکر آیات قرآن خوانده شود او بهترین خانه حساب بشه. 18000 ملائکه می اومده بود همینجا تماشا میکرده صاحبای همین خانه را. بعد کسی همینجا شتگه طلب آموزش میکرده خدا همین صاحبای خانه را و صاحبای سفره را کسی در همین دسترخوان مالی مادی فکری جسمی خدمت کرده خدا نگهدارش بون ببخشون. بعد میرفته خدا که میدونه که جدا بدن. بعد میگه جدا بدین گفته خانه منو چه شوندن. اگه فهمیدن که وجا میگفت که همجا هم لو اومده هم خیلی شتیم. بعد گفت شما اگه فهمیدن که وجا هم لو اومده کش ما علم غیب نمیدونیم. گفت ای خدا جان ما ای پیغمبر شنیده که در جایی که بسم الله الرحمن الرحیم شوه امر معروف شوه ایامو خانه نور میبره آسمان و جهان نورانی تجلی میته. ما دنبال همون نور میریم صاحب همون خانه را میویم. بعد میگه چی بگفتن؟ گفت همونجا یک ملو اومده میگه که کسی که خیر احسان میکنه جنت میگه. گفت دیدیم؟ گفت نه. گفت اگر میدیدن چی؟ گفت میدیدن دیگه. گفت بحث نمیکردن. گفت با چی میگفتن؟ گفت خدا بزرگه. گفت بزرگی مرا دیدین؟ گفت نه. گفت اگر میدیدن چی؟ گفت میدیدن سرشون از سجده نمیبردن. گفت دوزخ رفتن عذاب. گفت دوزخ دیدین؟ گفت نه. گفت اگر میدیدن چی؟ گفت میدیدن. گفت اگریه بحث نمیکردن. بعد خداوند خیلی میگه شما ملائکه چند نفر بودین؟ میگه 18000. شاهد باشین همون خونه که شما رفتین اول صاحبای همون خانه را هر کسی هست خانواده عظیم بعد کسی در همون محفل در همون مجلس شرکت کرد امر معروف را گوش کردن همه را شما شاهد باشین من بخشیدم شما. بعد میگه که ای خدا جان اوجا نه که یک کسی دیگه امر معروف نمیومد کلیتای ماشین اومد که بیا پایین ماشین تبگی که من بگذارم او واپس برای امر معروف گفت او را هم بخشید. و یا دیگه شما گفت هی در لیفوی نشده بیا در اوی که گفت او اصلا نمیفهمیجا گفت او را هم بخشیدم کسی همون خانه در قدمون بخشیدمش. خدای تعالی شما را دوست می‌داشته اومدین خیلی محفل نصیبتون کرده. با 70000 رحمت نگاه میکنه که تو بعد یک کس آوبتی یک کاری خیر کنی حج کنی نماز بخونی ها با 70000 رحمت نگاه میکنه. بعد طرف ای پروردگار تیز بگیریش میگفته یا عذاب بدون اون ملائکه تیز میده دو تا ملائکه منکر و نکیر. روز یا حدیث خوندم سکارش شامل چی در رنگ میکه کو آوازی همون میگه رنگی
چیزایی که حدیث تفسیر میکنه میگه آوازش مثل همون چیزایی که بلند میروند تیز سرعت چون بلندن آوازش میک با تیز استریبیتل با تیز زمین هم خیلی آواز قطعی میومده. وقتی که اون میموندین 7 قدم ایست میرفته همین خیلی تیز میومدن میل همون آواز میفهمیده که یک وقت دولانگ با پیش میگذاره گو وو چی بود همین خیلی اومده سه میگه 7 قدم ایست اومدیم ملائکه میگه السلام علیکم منوشیر سلام علیکم مولوی من دینو که من نبیو که من رسولو که دین چیه پیغمبرت که خدایت کیه که اگه سوال جواب بگو این قدر دادیم خوردی گشت یک وقت چیشی بعد میگه چیکار میکنیم بعد میگه صندوق خیریت موندگی صندوق بدیوت این میکنی که یک کسا یک پیاله چای داده یک کسا کارش بود کده یک کسا راه پولیش داده یک کسا توی کده یک کسا صغیره را سرش یتیم سرش همون خونهش داده چیزی داده کامپیوترش خریده یک چیز داده همه نیکیات هست پدر روش خوبه پدر خسته مادر خدمت کرده خیش تبوری کرده چیزی یا نماز روزه چیزی کار کرده است صندوق بدیوت توی میکنن یک کسا کیلت کرده یک کسا فریب کرده یک کسا سجده کلو موندی مورش بولو کشیدی هیله کردی یک کس آبرو ایزت چوردی ایره با این جنگ دختی او را رفتی در پیش او موتید کردی ایره چی کردی آبرو همش هست یک کسی هم مش زده یک کسی مرادیورستا کردی پولش گرفتی یک کسی هم خیلی نگل فهم کردی در کس که همین خشب پولش هم بگیریم همه و هست بیروزن نموزید بیجاده چیکار کردی بعد میگه که خداوند که نگه که ما ترازل کردم اکا میره در ترازو مونه کدامش که همین صندوق وزمینه سینی جنت نیکی اگر وزین باشن جمع خون سینی گیجو جنت یکی بدیات باشه بعد اونجا میفته با یک شانسی دیگه هم میرم اگر چیزی میگه دیگه میگه وقت چشید برای نماز را بخونی نماز را خلاصه همین امر معروف هدف و مقصدی بنده سخنرانی نیست خدمت‌نمایی نیست شهرت پیدا کردن نیست هدف مقصدی بنده میگه که بله و انی ولا و ای رسول خدا گفت یک آیت هم که ما شنویدی مولایی به دیگران برسون ما یک مسئولی سختم فردا از ما سپراسی سخت میشود که مطرح خواندم مطرح عالم کردم چرا در منطقه منوچهرشون رفتی همینجا نفهموندی که نماز چیه اول معلم درس میته بعد امتحان میگیره تا درس نته ما یک بلتخیسکی استودا میخونیم هفته دراجی تمام کردگی ما سال چی مد خوندیم وقتی که مد رو اومدیم چی بلد که او سوال نیسته ولی درس نخوندیم هم خیلی طلبای زرنگ بدن که استاد میگفتن که ما درس نخوندیم چی مورا این سوال میتی نمیدیم خداوندم کو اول پیغمبر را روی کرد قرآن عظیم شان را روی کرد بعد پیغمبر حدیث را روی کرد بعد پیغمبر پلیسای پیغمبر العلماء وارثه الانبیا یورا ولی کرد هر منطقه دمون اگه ما و تو منوچهرجون با اونا گفته نمیتونیم ای ندونستم نفهمیدم میگه چه ندونستی تو یا نجیم خون در پیش 82 تا مسجد بود اونجا مدرسه بود اونجا نخلی اینترنت بود همه چی در اینترنت بر اومده بود چرا سوال نکردی ذکیر نایک همش میگه چی به اونها نپرسیدی بعد معلم ایرا نمیدونم میگه درسی چی در نیومدی که بعد چی میگه مو درسی چی بود خو چیزا دا اشتراک نکردی چی میگن درس رو ما یادم بلواگی بلونی لیسه لکسه دا نبودی لکسه چی نکردی یا خو معلم داشتیم اگر چی نمیکردی اوبشتتر تبیور اگر اوبشتتر کانسپکت داشت میگرفت قبول میکرد سچو تمام یکی اوبشتتر نداشتی که از اون سال بجوزی یکم گفت پیروز گفت سال 82 90 تمام کردیم اون سال معلمو همین خیلی چی بود کی قدر چی بدن برای همین این همی شاهدی میتفرد روز قیامت همی خانه منوچهر چون که من شما را گفتم که نمازتون رو بخونین خدمت پدر مادر کنین با خدا شریک نیارین حرام نخورین راست گپ حق بگین هر وقتی که از دنیا رفتین با سر بلند میرین